سلام علیکم. سلام هست مقال جان. صبح شما بخیر. اما این نیم ساعت دیگه هنیم ندارم. سلام خدا قوت. سلام. لوبیا خوردی زینا؟ تو لوبیا جلو خوردم با هم. می‌بری؟ اون دو سه تومون بزنیم یه کاسه. همچه هستی بیده چون میمون اسلامی مونه همون زاب بزن علیزاده زنال سرفیدی هستی؟ نه فردا باشی میشه سرفید باشی کوی بریم صدا صافه ما رو شما باید بزنیم رنگش خوش بشه وسایل رو میارم دیگه آشپزش هم خواهش کنیم
کدوم؟ با این میمونی دو هفته پیش اومدیم گفت اسم این گل چیه؟ نمیدونم. آبیه؟ آره. خب بعد رفت سرچ کرد از این چیزی فراموشم مکن. چیزی؟ فراموشم مکن. رفتیم داستانش رو پیدا کردیم. دیدیم یه زوج ژاپنی بودن. معشوقه برای عاشقه برای معشوقه خودش گل میشینه. بعد اون طرف رودخونه می‌خواست بره نمیتونست بره. بعد آخرای مثلا دیگه تلاش کردنش بود دیگه نتونست برسه گله رو انداخت ولی خودش دیگه غرق شد. اون لحظه که داشت انداخت مثل به معشوقه خودش میگه آقا فراموشم نکن. جالب بود. یه عکس می‌بینی؟ آره چه باحاله این مال کیه؟ تو تصویر نیستی؟ هستم؟ لطفاً بگیریم. جام انباره؟ آره مثلا نردبونش نمیده گذاشته توی آب نخوره. اگه پرتقالی هم بچینن میذارن توش بعد یهو ببرن. کاربردش این شکلیه. از این ور دیگه رو بریم روستای بندگون که دیروز رفته بودیم. بله از اون ور بریم.
خیلی خوشحالم که جنگلی داره خودشو پس میگیره. اینا صورت جنگل‌های هیرکانی که میشه اینه تا بالای کوه، بعدش دیگه میره تا بندر عباس. اون کوه سفیده جنگل نداره نه؟ نه جنگل نداره. اون بالا دست هم دامنش هم جنگل نداره. یه شای 15 کیلومتر. حالا بعضی جاها میشه 20 کیلومتر 30 کیلومتر، بعضی جاها میشه 15 کیلومتر. این جاده روستا میره تو جوالدشت. ما از اون جاده فردا حالا هوا مساعد بشه میریم این ور بعد دوباره میایم. یه روستای دیگه اون ور میره که اون تاش بنبسته، یه سکوتی دنجی هم داره. سلام. اول شما سلامت باشید. دست آمده دارم. یک ساعت دیگه. یک ساعت. دست شما سلام علیکم. دو جواب بده. السلام علیکم. سلام. حال شما خوبین؟ سلام. مرحبا زیاد. اما آره صبح ننیم. سلامت باش. سلام. چاییه. اینا. میرن اون علفایی که از بوتهای چای اومده بیرون رو چیز میکنن که دیگه چای داره. بالا چای هست؟ آره بعضیا. حالا پایین دست خیلی معلوم تره. دیگه چای چینی دیگه معطل نشه. چای چینی کیه؟ دیگه همین دیگه یه هفته دیگه. اه. چین اولش شروع شد.
هم با قیچی میزنن روشو؟ دستی یا ماشینی شده؟ الان بوتا رو به دوشون بدم سینا یه قیچی وجود داره بلنده دیدم تو فیلم ها. پشتش یه پارچه‌ای واسه آها میکنه. اون میریزه تو. نه نمی‌بینی، یه خیلی سخته سینا، من تجربه کردم. میزنی همین که داره میزنی یه حرکت تق فرم اینجوری داره که بریزه تو. که این بریزه تو حالت اینجوری. یه سری موتورا اومده سینا، خب این موتور یه تیغه مثلا نیم متری داره، نگه میداری خودش درو میکنه، دوباره اون تقه هست. خب ولی چون مزارع چایی ما باکس بندی نیست نمیشه. ماده بوته‌ایه، یعنی این دستگاهی نمیتونه، واسه همین قیچیه اینجا. انواع سماورها اون خانمه رفته بود اینا رو بکنه، این علفای اینا اینا رو تمیز میکنن که برای چیه اینا؟ اول میخواد تو خونش بریزه آبجیم. چون ماشینی چجور راه میره؟ یه ماشین هر روز میره یلا، همین ماشین. خب این؟ نه مثل همین. خب هر روز میره یلا، آروم آروم میره. یه حالیه. اینا یعنی وایسیدن که مثلا مسافر گردشگر اینجا ببرن. ماشین وای میسه، اینجا من برم جاوردهش ایستگاهش اینجاست. بعد چقدر میگیرن اینو میبرن؟ اینا ببرن اگه همون روز تو رو ببرن بیارن، پارسال بود 1.5 امسال هم همون قیمت میگیرن. ولی یه هفته قیمتی باید بدن، ولی حس من اینو میگم. قاعدتا سلام. ولی اگه امروز ببرن فردا بیارن میده. سلام. خوردی قربانت داشتم بخیر. سلام.
نیست. تو دریا بمیسن؟ این نه، این فقط تو جنگل هم میکنه. جدی؟ آره فقط محیط جنگل. این خیلی پیره. این من سالیانه میشناسم. جدی؟ آره کلی ازش فیلم و عکس دارم. خوشحالم امسالم دیدم. معلومه پیره. این پوست بچگی میبینمش. پس نباید دست بزنم. یه ذره استرس ممکنه بگیره ولی اینجا محیطش نیست. اگه اینو برداریم ببریم تو جنگل ول بکنیم غذای بیشتری داره. صدای نفس کشیدنش میاد. آره این یه ذره گیر کرده اینجا. گیر کرده؟ میتونم برش دارم اگه بتونی ببریمش اون ور ولش کنیم عالی میشه. دمت گرم مرد. خدا خیرت بده. این دور میفاسولاسی نقطه هاییه که به قول معروف بخشت. نقطه هایی که رو سازه و با صدا گذاری و زدن همزمان این دست و این دست که دو زمانه هست به وجود میاد. یعنی ما یه نوت اگه بخوایم بیاریم باید این ساز دو زمان حرکت بکنه، دست راست و چپ ما. اینا همشون نوت دور میفاسولاسی که گفتیم و این باعث میشه که ما بتونیم ملودی بزنیم. ولی برای اینکه ما بخوایم یه آهنگی داشته باشیم باید خانواده های این نوتا رو کنار هم قرار بدیم و همزمان بزنیم. یعنی شما انگشت اول دقیقاً میاد رو سیم 3، این میره رو سیم 5، اینم میاد زیرش سیم 4. تمام. اسمش چیه؟ ماشاءالله حسن. ماشاءالله. قلدر زدین یکی رو دیدی؟ این جزء موزیک آکوردهای شاد و مردان است. آره اصلا بارش رو نگاه کن. بارش قشنگ میخواد بریز به پاش کنه به قول معروف. آفرین دقیقاً. اول لامینو، بعد رمینو رو یاد گرفتیم و بعد می ماژور. حالا ترکیب این ببین آکوردها ترکیب نوت‌ها بودن. نوتایی که دونه دونه زدم. پس چی شد؟ یه خانواده. حالا ترکیب این خانواده‌ها با هم تولید موزیک میکنه. این یه قاعده جهانی. و این دست برای اینکه یک موزیک رو به وجود بیاره طبق ریاضی یک مترونومی رو انتخاب میکنه، یه سرعت زمانی رو انتخاب میکنه که این از شروع آهنگ تا آخر آهنگ باید یکی باشه. تو این زمونه عشق نمیمونه، عاشقی و عشق چیه وفا کدومه، رفته محبت غم شده عادت، کجا رفیق کجای دوست کجای همدم، گلی تو دنیا پیدا نمیشه، گل رفته خار اومده و ما چی میشه. یه همچین چیزی بود. حالا وای 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 وای، حالا وای 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 وای، تو که با من هم پیمانی چرا از من نگهداری.
گل محمدی شما میگین گل محمدی همین که گلاب میگیرن نه سلام علیکم. حال شما؟ سلام. بفرما. سلام. سلام علیکم. خوبی؟ خسته نباشی. سلامت باشی. خوبی؟ خیلی ممنون. سلام. دستم بخیر. سلامت.
یا الله یالا بله ما خانم سلام بگو سلام علیکم حال شما خوبی؟ نه نه کفش نه مسئله orada sus bekliyorum. Bazıları derim. O da sus bir ama hasta zeng böyle ama dedim. نه بودیم بعضی هم دیگه Bazıları saat çende. اما یکی برای Bir دیگه ana yanlış bunu dedim. Laj bedmenim tavır bu ya. آه کفشو بگین علی بعد این پرده مدخال ما میگم غالب باز میکنیم رو این نقش میکنیم این چوبه اینجا از اول میذاریم نقش تمام شد پش میریزیم پش میریختیم نگاه میکنیم همبار میکنیم بعد آبداغ میزنیم آبداغ زدیم با یک فورا میپیشیم همون آبداغ میپیشیم چند بار افتامد میکنیم سخت بشه بعد رسمان پیش میکنیم بعد با پا میتونیم مالش بدیم بریم بیام بعد این نخورده میفهمیم که چسبیده بعد باز میکنیم این بر میگرده اون بر اگر چیزی نوشته باشه کنم باشه باید برعکس باشه تا این بر بشه برای یعنی اینا برعکسه؟ حالا نه روش باید پش میریزم بعد میشه چه خبر؟ من ما دیدی لالارود چی شد؟ لالارود لالا روز هم دریا کنار بوده نمیدونه باران خراب بکنه آره دیگه هر سال خراب آونه sen هر سال یا 2 سال درمین 2 سال درمین دیگه نه چیز بنده فاسد بنده چیکار کنم مگر چه بنده این نمد چیکار کنن پایمات گنون ویجا نمد زنن که چای خشک شده زاریات ایریا متاسف نیست باشم پر سال باشم مثلا گلکرد باشم ما باشم چای ایتیم به اون کارخانه بوده بدی یکم بده من اصلا نمی‌دونم زایات چای گیره چای خشک علی نه کلار دشای اسبیر بدم سرت کلا بذاریم یاد تو من جا خانوان çalışıyor bakıyor. Ya hadi. Bakın. Açalım.
خانم با پیام آدم اون پیام دادم خانم ما باید شما خانم بدن نورمال بگین اون کد امبر بیاد شما ما رو بگین شنبه یا یک شنبه بعض موزه همه روز شناتاش نه بود هفته یکی دو روز همه روز همیشه میشه بس بابا همیشه بس همیشه میشه سلام علیکم امروز مراسم رو قرار گیرن رنگاش عوض ولی در اصل آبی زرد سبز صورتی اما مربع به چشم ردیف رو درست 4 تا تیکه مساوی اسم میده. حالا این 4 تا تیکه همراه باید ببینیم زرده این زرده باشه این زرده نداره این بدون زرده این اگه نارنجی اینه با نارنجی بشه دیگه این خونه نارنجی توی خونه نارنجی خونش میره دیگه صورتی میره خونه سبز تو خونه سبز خونه قرمز تو خونه قرمز این حالتی خودم نمیدونم سیاه کلونتی تو بدن نه چی کنم حالا ببینم یور من دیگه کنم بالا حالا مثلا این چند روز پیش مثلا اینه با چادر شب تو ما از زیادی چادر شب یه دونه کیف کنه اینجا بردن سوغات اینجا از همه امید هر چیزی مایه از گردن یه نتیجه برای زیبایی نیمه چادر شبشون دارن
اینجا دیگه قفل نمیخواد. کجا باید بریم؟ الان که تو تلویزیون میتونی شاد بیا بیا. ما همیشه اینو بخوردم. لا تو سلامتی سلامتی لابو خوب ماشي میتارسی کیسه او خب میگه